تمام زیبایی یک صورت به لبخند زیباشه، لبخندی که وقتی روی لب‌ها میاد هم شادی میاره، اما بخش بسیار مهمی اگر بخوایم از نگاه علم پزشکی به اون نگاه کنیم، داشتن دندان‌هایی سالم و مرتب و زیباست. این روزها به داشتن دندان خیلی توجه میشه. به خاطر همین هست که ما دعوت کردیم از جناب آقای دکتر محمد عباس عبدالصمدی دندانپزشک و فلوشیپ زیبایی تا در خصوص زیبایی دندان با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان محترم برنامه‌تون. خوشحالم که در خدمتتون هستم. سپاسگزارم. روش‌های بسیار نوینی برای زیباسازی دندون برای تمامی شرایط مختلف و سنین مختلفی می‌دونیم که این روزها اومده و به هر حال پیشرفت‌های بسیار ارزشمندی به لحاظ حفظ سلامت دهان و دندان صورت گرفته. می‌خوام برامون از این روش‌ها شما توضیح بدید و ما هم بهره مند بشیم. خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که برای زیبا کردن دندان ما یه طبقه بندی کلی من بکنم. ببینید کسایی که میخوان دندون زیبایی داشته باشن مشکل اصلیشون ممکنه رنگ دندون باشه و یا شکل دندون باشه. اگر مشکل اصلیش رنگ دندون باشه، درمانی که اینجا دندانپزشک پیشنهاد میکنه درمان بلیچینگ است. یه توضیح کوتاه راجع به بلیچینگ بدم که بلیچینگ چیه، چه جوری اصلا رنگ دندون رو میاد سفید میکنه. بلیچینگ یه دستگاهی هست که یک طیف نور خاصی رو ساطع میکنه از خودش. این طیف نوری خاص میتونه روی ژلی که دندانپزشک روی دندون بیمار قرار داده اثر بذاره. طی 2 جلسه 40 دقیقه‌ای این ژل که فعال میشه داخل مطب باعث میشه که دندون ها کاملا سفید بشن. تنها ایرادی که به بلیچینگ وارد خانم حسینی این هستش که طول مدت ماندگاری بلیچینگ بیشتر از 2 یا 3 سال نیست. اکثر افرادی که بلیچینگ کردن معمولا از این بدن ناراحتن که این درمان طولانی مدتی برای ما نبود. امکان تکرارش نیست؟ امکان تکرارش هست ولی کاریه که باید تکرار بشه. یعنی بیمار نباید پیش خودش فکر کنه وقتی بلیچینگ داره انجام میده یه کاری کرده تا آخر عمرش دندون سفید. نه. دندونا رنگ میگیرن. دندون طبیعی خود آدم رنگ میگیره. دندون بلیچ شده هم همون شرایطو داره. دسته دومی که میخوام صحبت کنم راجعش کسایی هستن که شکل دندونشون دچار ایراد هست. اگه شکل دندون دچار اشکال باشه 5 تا روش زیبایی هست. این 5 تا روشی که میخوام عرض کنم جدیدترین متدهای دنیا است. اولین روشی که خدمتتون عرض میکنم لامینیت ها هستن. لامینیت در حقیقت روکش های سرامیکی هستن که 1 میلیمتر سطح خارجی دندون رو پوشش میدن. افرادی که روکش کردن میدونن دندونپزشک برای اینکه دندون رو روکش کنه دور تا دور دندون رو تراش میده، دندون کوچیک میشه. ولی تو لامینیت این اتفاق نمیفته. لامینیت ها روکش‌های سرامیکی هستن که فقط سطح خارجی دندون رو پوشش میدن. دندون‌هایی که رو هم دیگه قرار گرفته باشن و یا بی‌نظمی داشته باشه، فاصله بین دندون‌ها باشه رو لامینیت ها اصلاح میکنه. تنها ایرادی که به لامینیت وارده، من میخوام همه روش‌ها رو بگم، مزایاشو بگم، ایراداشم بگم. ممنون از صداقتتون. لامینیت مشکلی که داره اینه که 1 میلیمتر سطح خارجی دندون تراش میکنه. ضخامت مینای دندون یه حدود 2.5 میلیمتره. وقتی میخواین دندون رو لامینیت کنید 1 میلیمتر مینای دندون تراش میخوره. چاره داره؟ بله چاره داره. چارهش چیه؟ لومینیرز. لومینیرز چیه؟ لومینیرز نسل جدید لامینیت ها هستن. از جنس سرامیکی هستن به اسم سرینت. این سرینت حالا اهالی که با متالورژی و مواد آشنا هستن میدونن یک نوع سرامیکی هست که با حداقل ضخامت 0.2 میلیمتر میتونه روی دندون قرار بگیره. دندون نیاز به تراش پیدا نمیکنه. البته به مهارت دندانپزشک هم خیلی ربط داره. درسته؟ لومینیرز درمانی هستش که اصلا من یه نکته منفی راجع به لومینیرز بگم، حالا منفی یا مثبتش اینه که در انحصار یک کمپانی امریکاییه. بله. یعنی تمام قالب هایی که دندانپزشک میگیره باید فرستاده بشه به یه شرکت امریکایی که تو نیویورک قالب ها ارسال میشه. حالا ما تو ایران امکانشو نداریم، تو این کمپانی نمایندگی تو ایران نداره، ولی به نمایندگی اماراتشون ارسال میکنیم و قالب ها رو 1 ماهی زمان میبره. یعنی بیماری که میخواد لومینیرز کنه باید صبور باشه، 1 ماه طول میکشه. ولی به هر حال برای حفظ مینای دندون عالیه. فوق العاده زیباست. تنها ایرادش اینه که در انحصار یک کمپانیه و فقط هم تو ایران فکر می‌کنم 3-4 تا دکتر هستن که سرتیفای شدن و گواهینامه انجام میدین دیگه. بله من انجام میدم. تقریبا 3-4 تا دکتر هستن که خود اون کمپانی دمت سرتیفایشون کرده، گواهینامه مربوط بهشون رو بهشون داده که میتونن تو ایران کار لومینیرز رو انجام بدن. خب ایدئال لومینیرز برای بیمارا، ولی شاید به خاطر اون شرایطی که هزینه‌ایش هست ارسال میشه به امریکا، خب ما دلاری باید پرداخت کنیم برای ساختش به اینها، خب هزینه‌اش بالاتره، شاید راغب نباشن خیلی ها تو ایران که انجام بدن. ولی یک درمان ایدئال و عمری است. عمری که واسه لومینیرز میگن یه چیز حدود 20 ساله. خب این درمان فوق العاده ایدئال، زیبا
بدون کوچکترین آسیبی به دندون. یه روش سومی هم بگم، روشی به اسم PCH. روش PCH همین لومینیرزه، با این تفاوت که پیش ساخته است. یعنی یک سری سایزا اومدن لومینیرز یا همون لامینیت های پیش ساخته رو ساختن. اینجا به شانس و اقبال مریضه که آیا اون سایزی که این کمپانی ساخته به دندونا میخوره یا نمیخوره. اگه اقبال مریض این باشه که اون سایز لومینیرز، اون PCH های پیش ساخته متناسب با سایز بیمار باشه، میشه واسهشون کار کرد. ولی معمولا خیلی کم پیش میاد، یعنی حدود 30-40% مواردی که از PCH میشه واسه بیمارا استفاده کرد، چون سایز دندونا معمولا متفاوته، اینا پیش ساخته است. در حقیقت مثل یه لباسی میمونه که شما وقتی لومینیرز انجام میدی، خیاط متناسب با شما دوخته، و یا اینکه پیش ساخته باشه، حالا ممکنه فیت کنی، هر اتفاقی که بیفته. این در راجع به PCH این اتفاق میفته. روش چهارم زیبایی هم خدمتتون بگم، بعد هر جاش ابهامی بود، سوالی بود، شما من هستم در خدمت. سونامی کامپوزیت ونیراست که الان فکر میکنم واقعا، یعنی ما خود مراجعای خودمون متوجه میشیم که همه انگار معمولا خانم‌های جوان همه دنبال کامپوزیت ونیرن. کامپوزیت ونیرها درمانای خیلی خوبی هستند، خیلی واسه زیبایی دندون مناسبه. تنها ایرادی که کامپوزیت ونیرها دارن این هستش که طول عمر کامپوزیت ونیرها کوتاهه. یعنی شما نمیتونید کوتاه نسبت به روش‌های قبلی دیگه. علمی کتابیش میگه 5 تا 8 سال کامپوزیت ونیر عمر میکنه، نسبت به لومینیرز یا لامینیتی که 20 سال عمر میکنه. خب روش طول عمر کوتاه‌تریه. رنگ پذیری کامپوزیت ونیرها هم نسبت به لامینیت ها خیلی بیشتر. ببینید بیماری که اهل سیگار، قلیون، چای زیاد مصرف میکنه، قهوه زیاد مصرف، اینا باعث میشه دندون رنگ بگیره. اگه اهل اینجور داستان ها هست، کامپوزیت ونیر درمان طولانی مدت و ایدئالی برای این بیمار نخواهد بود. یه روش پنجمی هم بگم به عنوان روش آخر که شاید شما هم عکسش رو تو محیط‌های مجازی زیاد دیده باشید، این قالب‌های یک پارچه‌ای که داخل دندون قرار میگیرن و واسه من خودم پیغام زیاد اومد، میگن لبخند هالیوودی با این مثلا بازیگرای هالیوودی اینو دارن، بهش میگن اسنپ آن اسمایل. قالب‌های یک پارچه‌ایه که داخل دهان قرار میگیره، دندون زیبا میشه. اینا قابل درآوردنه، یعنی شبا باید در بیاد. ما توصیه نمی‌کنیم زیاد این رو، ولی چون زیاد از من سوال شد راجع به این، درجه دارم جا حتما راجبش صحبت بشه. ممکنه به درد کسایی که به هر حال شغل‌هایی دارن که لازمه برای یک تایم کوتاهی استفاده کنن، در یک فیلمی ایفای نقش بکنن مفید باشه، ولی کلی نه. درمان موقت بهش نگاه. و تنها حسنی هم که دارن اینجا میتونن به عنوان پارسیلای زیبایی هم ازش. ببینید دندون پروتزای پارسیل، یعنی تو عوام میگن دست دندونای تیکه‌ای که قبل بود 4-5 تا دندون 3-4 تا دندون باشه. این اسنپ آن اسمایل علاوه بر اینکه اون نواحی دندون هایی که نداشتن رو جایگزین میکنه، زیبایی دندونا رو هم داره. یعنی یه جایگزین خیلی خوبیه واسه اون پروتز هایی که از قبل استفاده میشه. آقای دکتر، من 2 تا سوال خدمتتون دارم. اول سوال آخر رو میپرسم و اینکه هموطنان بسیار عزیز ما در خارج از ایران با توجه به اینکه همه تایید میکنن دندانپزشکای ایرانی رو و خیلی از عزیزان برای کارهای دندان پزشکیشون به ایران مراجعه میکنن، چطور نمیتونن شما مشاوره بگیرن، چون از اطلاعات بگیرن؟ که همکارتون فکر کنه محبت کرده باشن و سایت بنده رو زیرنویس کرده باشن. همین اسمی که سایت من هست diyarabdulsamad.com، به همین اسم اینستاگرام ما هست. بالای لینک اینستاگرام و لینک تلگرام گذاشته شده، با اون یک کلیک بکنن میتونن مشاوره آنلاین داشته باشن، عکس لبخندشون رو بفرستن. سخته واقعا واسه بیماری که میخواد از خارج از کشور بیاد، روز قبلش بدونه چه روشی میتونه استفاده کنه، از طریق همون لینک میتونه عکس لبخندش رو بفرسته. من مشاوره‌ای که لازم بشه، اون چیزی که در علم من باشه رو حتما خدمت شما خواهش می‌کنم. آقای دکتر کمتر 2 دقیقه فرصت داریم، اما یک سوال اساسی در مورد زیبایی دندون هستش. سلامت دندون ها، یعنی اگر که دندون نیاز بعدها به عصب کشی پیدا کنه یا مشکلاتی براش پیش بیاد، با توجه به این روش هایی که شما گفتید، آیا امکانش هست درمان بشه یا خیر؟ بله. ببینید خانم حسینی، ما بدترین حالت بگیم دندون نیاز به عصب کشی پیدا کرد در بعد. خب ببینید لامینیت، لومینیرز، همین درمان‌ها درمانی هستن رو 8 تا دندون قدامی معمولا انجام میشه. دندون‌های قدامی برای اینکه عصب بشن، دندون پزشک از پشت سوراخ ایجاد میکنه دندون و دسترسی پیدا میکنه به کانال عصبی. یعنی آره کامل. اصلا بدون که لامینیتتون دست بخوره یا کامپوزیت به لومینیرز، امکان عصب کشی کردن دندون وجود داره و هیچ ایرادی واسه اون مشکل نیست. پس برای سلامت و بهداشت دهان و دندان هیچ مشکلی نیست. ولی باید بهداشتشون رو خیلی خوب رعایت کنن. ببینید بیماری که میاد
به این سطح رسیده که میخواد لومینرز کنه، لامینیت کنه، کار زیبایی انجام بده، دیگه نباید دندون عصب کشی شده و پر شده و اینا رو گذاشته. اول اینا رو باید انجام بده، یه سطح بهداشت خوب محیط دهان رسیده باشه، بعد بیاد به سمت کارهای زیبایی انجام. اگر توصیه دارید در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. من خوشحال شدم که در خدمت شما بودم و وقت برنامه رو در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنون آقای دکتر. پس میشه لطفاً یک بار دیگه در مورد مشاوره آنلاینتون بفرمایید؟ موضوعتون که لینک اینستاگراممون هست دیار عبدالصمدی، بالای صفحه پیج اینستاگراممون لینک تلگراممون هست که آبی رنگ هست، میتونن رو اون کلیک کنن و مستقیما با من در ارتباط باشن. بی‌نهایت سپاسگزار هستیم و امیدوار هستیم که سلامت و تندرست باشید و همچنان همراه شما هستیم در خانه مهرخانه خورشید، خانه‌ای که متعلق به شماست.